داخل این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم بدوارز بازی کنیم، اما فرقی که این ویدیو با بقیه ویدیو داره این هستش که قراره که با ریسورس پک امارجی بازی کنیم. ممنون میشم که قبل از شروع ویدیو این ویدیو رو لایک کنید، کانالتون منو سابسکرایب کنید. به معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب بچه‌ها ما الان وای میشیم تو فور. من میخوام خیلی آروم بازی کنم، اصلا حوصله هیچی ندارم. خیلی آروم وای میشم توی فوزه، بهمون چیز میز بده بعد بریم راش بدیم و جر خلاص الان بریم دیگه. اینا نصف رو بیریج کشیدن دیگه، ما از رو بیریج همینا بریم دیگه. کاری با بیریج کشیم بارو بابا. به همین راحتی میرسیم به میدل. افتادن فکرم اونجا میرفتم. خب بذار من درستش کنم. خب بریم به سمت رد راش بدیم. به همین راحتی داریم میریم رد رو جر بدیم. خب بیایم بالا از اینجا. اوکی داشت ممنون میشم. بذاریم من بریج بکشم. خیلی ممنون. ای من ریدم روت. کلاش هم نکرد. و بچه هدف این ویدیو سوء استفاده از اسم یا رسم کسی نیست. فقط تنها حمایتی که میتونم بکنم این هستش که بیام مثلا با ریسورس پک اون آدمه بیام پلی بدم دیگه. کار خاصی دیگه نمیتونم برای اون یوتیوبری که به رحمت خدا رفته انجام بده. حال نمیدونم حتما که برای این ویدیو رو میدونید دیگه. و یه تصویرم به خانوادش بگم که بگم که گفته باشم که یه وقتی سوء تفاهمی پیش نیاد. خب اینو زدی. فکر کنم بمیرم الان. اوه یارم چه به موقع اومد. ولی خب بازم من مردم. آی خدا خیلی بده. 4v4 فکر نکنم، چون که دوست ندارم ویدیو خیلی طولانی بشه، فکر نکنم بذارم ویدیو تا آخر مچ بمونه. و اگه یکم بی انرژی هم ببخشید. خلاصه دوباره بریم راش بدیم به رد. به همین راحتی میریم بالا، میریم با سرعت زیاد به سمت رد دوستا. نمی‌کنیم به این شکل از این گوشه کنار میاد. اوه یکی شارپنس گرفته. واقعا دمت گرم آجی. مرسی. انگار اون صدای منو داره میشنوه. دمت گرم آجی. انگار صدای منو میشنوه. منم برام ازش تشکر میکنم. و خلاص اگه گفته باشم اگه یکم بی انرژی هم از اینجور چیزا بدونید من الان اصلا خستم و در حین خستگی دارم براتون ویدیو میگیرم. حال کردی پشمات چجوری یارتو زدم. آره باشه یه روش های مجلل ناش میگه روش های مجلل و از اینجور حرفا. فکرم دوستشون رو زدم. پیش 4 بود دلم میزدم تموم بودا. وای نتونستم بزنمش. خب بیام یه دونه آرمور هم بخریم. چه آرمور نمیدونم چیه اسمشو دقیقا. خب مهم نیست برام. مهم اینه که آرمور گرفتیم و یکم برتری داریم نسبت به بقیه پلیرها. انشالله دیگه این دفعه میریم برای زدن بید و بله. و بچه چون میخوام ویدیو زیاد طولانی نشه، در حد 4-5 دقیقه میخوام ویدیو بگیرم، شاید تا آخر مپ نشه و شاید هم نتونیم تا آخر مپ براتون ویدیو بذاریم و
واقعا ببخشید که نمیتونم براتون کامل بگیرم، ولی خب هدف این ویدیو اصلا این نیست. هدف این ویدیو این هستش که ما داریم با ریسورس پک این اماجی پلی میدیم و هدف اصلی ویدیو در واقع اینه، نه چیز دیگه. اوه وای آجی اصلا نمیشه بدو بزنی، از این بری میزنی از اون بری یکی دیگه در میاد از اینجور چیزا. و حالا بریم اگه این بار مردن دیگه ویدیو رو تموم میکنیم و یه جوری میشه گفت به لحظات پایانی بازی داریم نزدیک میشیم که دیگه خیلی خوب میشه و بری برای ترای آخر. Let's go. و مطمئن باشید که تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کردید و پینمون هم خراب شد مثل این که مانیه که ما داریم با ریسورس پک ایمولی بدیم. برای بچه ها اینم بگیم که من اصلا آدمی نیستم که بیام ویدیو رو غمگین بگیرم و اینا، نه، به احترام این یوتیوبر ما داریم الان اینجوری ویدیو میگیریم و خدا اطلاعی آخر دیگه پینگو خراب نکن لطفا. خیلی ممنون که پینگو خراب نکردی و دیگه بریم و ریدی داشت اینجا و انشالله الان دیگه میریم میزنیم ما. ای وای زدنمون و مفت مردیم و الان که تا آخر ویدیو